بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در موضوع برنامه می‌خواستم بفرمایید برادر عزیز. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام علیکم، از شمال زنگ میزنم، گیلان. از شمال، از گیلان. بفرمایید آقا مهدی. در خصوص میتونم با مجری صحبت کنم؟ دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز؟ بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم خواستم بگم که امام زمان، من خودم شیعه هستم ولی به شما برسونم که امام زمان شیعه همسر دارن، فرزندم دارن. بعد ولی فرزنداشون رو هم که فرمودین شناسنامه هاشون آقای پوتین صادر کرد. ایشون آقای خامنه‌ای میفرستن روسیه و اداره ثبت احوال روسیه آقای پوتین شناسنامه هاشون رو برای روسیه صادر کرد. عجب. خواستم اینو خدمت شما. بله خواستم خدمت شما اینو متذکر شید. تشکر از این اطلاعات جالبی که به ما دادید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. که اینطور یعنی پس اینایی که تو سوریه دارن در کنار بشار اسد میرزمن و این هواپیمایی که دارن مسلمان‌ها رو اونجا به خاک و خون میکشن، فرزندان همین امام زمان خوناشامی است که در آخر الزمان هم که بیاد طبق روایتایی که در کتاب‌های خودشون اومده. من چیزایی رو در کتاب‌های اینا دیدم که باور کنید اصلا حال آدم به هم میخوره از اینکه این مطالب رو نقل بکنید. در مورد جنایت‌هایی که نسبت دادن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگن که این امام زمان که بیاد چیکار میکنه. من یکی از جنایت‌هایی که ایشون انجام میده رو من خدمت شما از کتاب‌های خودشون، یکی از کارهایی که ایشون انجام میده. واقعا این مطلب رو وقتی دیدم، بهارالانوار دوستان نشون بدن، بهارالانوارشون، این شیخ ملا باقر مجلسی جلد 51، در اینجا یکی از کارهایی که در صفحه 440 جلد 52 کتاب بهارالانوار میگه فیقتل الرجال و یبقر بطون الحباله، مردا رو میکشه و شکم زنان حامله رو پاره میکنه. و چیکار میکنه؟ به نوک نیزه. یعنی شما تصور کنید شکم زن حامله رو پاره میکنه، به سر نیزه میکشه مردم. این امام زمان این هست. آقا کاشف بود فکر کنم که میاد گردن ما رو میزنه. گردن ما رو که نمیزنه، این بلا رو هم سر مردم در میاره. المهم این یکی از کارهایی است که آقا امام زمان اینها میکنه در کتابای خودشون. به خاطر همین بچه‌هاش امروز دارن در سوریه این گونه مردم رو به خاک و خون میکشن. و یعنی اگر بخواید که 100 200 300 400 500 ساعت اگر از جنایات امام زمان مستند از کتاب‌های اینا صحبت بکنید، یعنی هنوزم وقت کم میارید. وارد شهر رسول الله صلی الله علیه و آله، شما تصور بکنید مدینه منوره، شهر امن، حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام زمان وارد میشه. میدونی چیکار میکنه؟ اول مسجد نبی رو خراب میکنه، بولدوزر میاره، خدا با بم میزنه، با موشک میزنه، با بولدوزر میاد مسجد نبی رو خراب میکنه. بعد چیکار میکنه؟ جسد همسر رسول الله ام المؤمنین رو در میاره، جسد ابوبکر رو در میاره، عمر رو در میاره، اینها رو آویزان میکنه. بعد اینا رو آتیش میزنه، خاکستر اینها رو به باد میده، بقیع و قبرها رو، یعنی بعد شروع میکنه به قتل عام. چنان قتل عام میکنه در مدینه که میگن 2/3 جمعیت دنیا رو میکشه. 2/3 جمعیت، یعنی بیش از 70% جمعیت دنیا رو میکشه. این آقا امام زمانی است که اینا صبح تا شام داد میزنن اللهم عجل ولیک الفرج.
ها